تا ساعت 3 را میرویم 3 شب تا 3 تا 4 را میرویم بعد 4 خانه میریم بعد ساعت 2 بعد 6 بخونیم بعد بخوریم تنها میایین با مادرتون یا همکارتون یا جویا حتی و چند و با حسه با خودروی دیگر اول مشکلی بود آزینه اول چی مشکلی داشت مثلا اول اومی و ارکش پرکش بسیار به بازی گردن نمیسای چی مندگی دیگه پاریس About the safety in Tajikistan, we feel very safe with the population. You are very friendly and very kind people, but we feel a little bit afraid with the police. They are asking all the time for bribes to the tourists. So every time that we saw a police car or police working, we are always scared. So I think that it's something that you should change. Quite safe. We are from Europe. Europe is not safe at all today. So in compare with our cities in Spain, you are more safer than us. ناحیه‌ای که من زندگی میکنم ناحیه رودکی است. در آنجا البته آرامی است اما از سببی که شاید مردم خودشون نمیخواهند یا این گونه با خون نیستند که روند یا اون کس شبانه نمیبرد اما در دوشنبه من میدونم که بسیاری آدمان با عائله‌هایشون شبها در همین جایها میگردند یعنی آزادانه یعنی همه جا اینجا آرام است. من فکر میکنم که تاجیکستان دولتی آزاد است هم امی آدمان امی میتونن که شب باشه روزم باشه آزاد میگردن هم یگان تشویش نیست یگان کس به فکرم که چقدر خیلی مثال رنگی دولت‌های دیگر بگیریم مثال خیلی من نمیگم که همه دخترها سواباد نمیتونن که تا گردن هنه که همراه پدر و مادر که همراه اگر چند کس باشن میتونن سواباد نگردن یگان چیز نیست همش آرام تا ساعت 7-8 آدم میگه بسیار تا 12 شب آدم اویلوی یا که خیلی جوانو هم بسیارتر چی خیلی؟ اویلوی هم هست جوانو هم هست یعنی با شب پرودم هایی؟ خیلی بسیار اهمیت هم تا بر گذارش بسیار زیاد از مردم تاجیکستان راضی هستم بودن امروز مردم تاجیکستان بسیار لذت داره مردم خوب است شوهرم در افغانستان نادرک است 7 ماه میشه برای ما من خواستم ایران پاکستان دیگه جای برم می تاجیکستان قبول کردم چون که هم زبان ماست مردم خوب هستن شب افغانستان ما همیشه با شما معلوم است جنگ است اونجا هیچ وقت آرامی ما ندیدیم ما خودم در سال 92 اینجا آمده بودیم ما شبانه میریم بیرون خوب است با خودم من خودم تنها هستم طاقت بیرون کدام مرد بی سرپرست یگان احساس خطر ندارم 3 سال شد کار میکنم انا نکنید همین مدت 3 سال بعد سال یکمی که من همینجا کار میکردم که همین سال یکم کمتر همین چی بود همین پرابلم همین جنگ پنگ همین جوانو باید نخوشو همین کارا بود این همین اخرانیکا ملیسا با ما همین اخرانیکا بسیارتر من همین گلام میکنم پلافونا میشکستن همین پدر و مادرشون مجبور کردیم طلبای مکتبه پدر و مادرشون مجبور کردیم فریاد کردیم اووریم کابینه درو وردیم پدر و مادر خاطی مصلحت کردیم همین خاطی باور میکنه کم شد همین گم شد پشتی مال نیست هم خیر